با سلام خدمت شما دوستان عزیز. در این ویدیو میخوایم توضیحاتی در مورد نصب و طریقه کارکرد آنتن گردان یه توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. این آنتنای گردان خوبیش اینه که وقتی شما اینو نصب میکنین از پایین قابل کنترله و میتونید شما اینو بچرخونین تا به بهترین سیگنالی که تصویر صاف و شفاف روی تلویزیونتون نشون میده برسید. این آنتن از چند قسمت تشکیل شده. یکی همین آنتنه که دارین میبینین، این قسمت واسه پایه آنتنه که نصب میشه روی لوله و اینم کابل آنتن که از توی واحد تا روی پشت اون کشیده شده. اینم فیش ماهواره‌ای که یکی این طرف سیم آنتن میخوره و این یکی هم طرف دوم سیم آنتن، یعنی دو طرف فیش سیم آنتن باید فیش ماهواره‌ای نصب کنیم. اینم منبع تغذیه هست که پایین کنار تلویزیون قرار میگیره و یه دونه سیم برق داره که وصل میکنیم به برق و یه دونه خروجی آنتن داره که همونطور که میبینین وصل میشه به پشت تلویزیون. یه دونه درپوش هم داره که حالا من اینجا روی این سیم نصب نکردم، اما بالا جایی که آنتن نصب میکنیم این درپوش اول وارد کابل آنتن میکنیم، بعد فیش ماهواره‌ای رو میبندیم و اینو جا میزنیم تا جلوگیری کنه از ورود آب و گرد و خاک به این قسمت. واسه اینکه فیشای ماهواره‌ای رو نصب کنیم و من یه دونش رو باز کنم، واسه اینکه این فیشای ماهواره‌ای رو وصل کنیم به سیم آنتن، از سر سیم آنتن 1.5 سانتی از اونو لخ میکنیم، روکش روشو بر میداریم و از واسه مغزی اونم 1 سانتی متر از اون قسمتی که لخ شده 1 سانتی متر شو لخ میکنیم و مغزی رو آزاد میکنیم. این شیلدا مواظب باشین که کنده نشه وقتی داریم سیمو لخ میکنین و وقتی که سیمو لخ کردین این شیلدا رو میدیم به سمت بالا و این فیش ماهواره‌ای رو توی این میچرخونیم و به این ترتیب این فیش ماهواره‌ای رو نصب میکنیم. خیلی حواستون باشه که ارتباطی بین شیلد و این مغزی سر این فیش هیچ ارتباطی نباشه که باعث سوختن منبع تغذیه میشه. و بعد از این که فیش ماهواره‌ای رو زدیم و وصل کردیم به منبع تغذیه، به برق میزنیم. این منبع تغذیه رو به برق میزنیم و میبینید که اینجا یه دونه چراغ LED و یه دونه اینجا روشن شده. اگر اینا روشن نشده فیشا رو کنترل کنید که درست فیش ماهواره‌ای رو نصب کرده باشید. حالا این دستگاه اینم که وصل میکنیم به تلویزیون، این قسمت وصل میشه به پایه آنتن. یه دونه لوله شما باید کنار دیوار یه جای محکمی نصب کنین و این آنتن رو بالای اون لوله قرار بدین و با این پیشی که این کنار میبینید آنتن رو محکم کنین به روی لوله. وقتی که آنتن رو نصب کردین این آنتن بالا نصب میشه. یه دونه دکمه اینجا روی منبع تغذیه داریم، این دکمه رو که بزنیم آنتن شروع میکنه به چرخیدن. الان نگاه کنیم، من اینو میزنم، این آنتن خودش اتومات از داخل واحد که شما اینو میزنید داره میچرخه و بهترین سیگنالی که رسید شما توی همون نقطه نگه میدارین. وقتی این دکمه رو فشار دیم تقریبا نزدیک به یه دور کامل میچرخه و یه دور کامل که تموم شد دوباره جهتش برعکس میشه. وقتی شما این دکمه رو فشار میدین شروع میکنه چرخیدن. وقتی دستتون رو بردارین دوباره بزنین همینطور که میبینین دوباره جابجا میشه. الان داره به این سمت میچرخه
اینو بر میدارم میزنم دوباره برعکس میشه. یعنی هر بار که دستتون میذارین و بر میدارین دوباره میزنین جهتش هم برعکس میشه، جهت چرخیدنش. این بود یه توضیحات کوتاهی در مورد آنتنای گردان یا آنتنای برقی که چجوری اونو نصب کنی و استفاده کنی. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. با تشکر، خدا نگهدار.